امروز مالا حسنه چه صحبت نمیزنی از هیچ اصلا خود نداره امروز. چرا؟ چون که مثلا از چه صحبت میزنی؟ از قحطینامه صحبت میزنه که عین بامباتا میای میخوری پر سر کله مقامز ما که اونقدر محکم میخوری که من نمایندش میفهمه. بامباتا چی میگویم؟ یعنی با کفگرچی فرق میکنه. ها کفگرچی اینجوری بامباتا از بالا میایه، مثل بمب میآیه از بالا که بمب کوچولویی که اونا بامباتا میگویی. مثلا من از اون صحبت میزنیم، یا از اون زهلم که اتمیش زبانفکری صحبت میزنه که اون صحبت میکنه برای مقام ما، یا از اون یکی قطعنامه صحبت میکنه، یا از اون یکی قحطینامه صحبت میکنه. هیچ کدام که نمیشه صحبت میکنه. پس امروز ما اصلا صحبت نداره. امروز فقط ما صحبت میزنه از موشچه هستی که مسائل مهم بنه. پس تو چرا الان سر کلت پیدا میشوی در داخل نمازجمعه کجا بوده؟ بدبختی بنوا به جای نشستن پای صحبت من مثلا میروی ورزش میکنی یک چپر میشوی، میروی برای من باد میلدینج بازی میکنه، نخصوصا در روز جمعه که من صحبت میزنه میری جهنم ها. بدبختی اونجا بسارا میشوی، اونجا دست شویی هایش هر جفت شیرش آبی جربی تا بخوری. اون نظر بحث میانداخته که اون حسن مقدم موشچه بوده که بالاخرش هم موشچه شدی بالاخره، گهی پشت برزینه گهی زین بر نم کجا چی الان یادم نیست. اون موشش میترکانده، موشش اونی ترکانده. اما از اول اون برای این کار ساخته شده بوده. اول چترباز بوده، یک کمی میترسیدی، هی به مربی میگفته آیا چترباز نشد من چه کار کنم؟ من میگفتم که بدبختی ترسو. خب میترسیدی چی؟ بابا اون که فرار نمیکنه، تو بپر. اگر چتر باز نشد برجدی چتر دیگر به تو میدهد. چه آخر یک بار باز نشد همانطوری خوردی زمین که مشاعرش اونجور شد چی؟ شما در جریان هست. اما خیلی خشن بوده. مقام از ما میدانست اونه که دشمن از او میترسیدی. مثلا یک بار شوخی کرده 50 نفر کشته شده به شوخی اون. چرا؟ چون که با آن اتوبوس راهیان زور راهیان کجای راهیان بوره راهیان نور میرفتی به مرز، اونجا از پشت چشمه های راننده اتوبوس گرفتی، میگه اگر گفتی من کیم، که اونجوری اون شوخی خشونت بار شد. اون سورا که مقام با که اون شنید گفته اونه سهمیه راهیان دور به دانشگاه میبره، که اون میشه مغز نظامی نظام. مغز موشچه بودی، برای خودش کامپیوتر بوده ها، بیل گیتس بودی در داخل نظام. اونقدر کامپیوتر بوده که وقتی صاحب بچه شد از اون پرسیدند که اسم نورسیدنه چی گذاشته، گفته هنوز تصمیم نگرفتن، فعلا نیو فولدره. اونجور بوده ها. خیلی الان که اون رفته مقام ما خیلی عزا داره، اصلا عزای عمومی اعلام میکنه، اما چه تحت لیست ها، چون که دشمن الان کار میکنه. من خودم خبر داری در خارجه، من خودم شنیدم که جمعه ها هم کار میکننده. پس دشمن که مرخصی نمیره تو مرخصی نداره. پس ما از عمومی چه کار میکنه؟ یعنی میری سر کارها اما با اوقات تلخی.